این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان. اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست. از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان. این زمین را ارج از عرش است. بیاموز هرچند بیتوانیا، مگر خویشتن شاد گردانیا. این زمین را ارج از عرش است. شنونده عزیز، شما خوانش بدیعی را تحت عنوان داستان نازگل در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراریان و کارگردان زبیدالله جان محمد میشنوید. داستان نازگل. افغاندلی، دل افغان و سنگدلی. آغاز گفتار 13. وقتی که پیرامونش بحث داریم، فراز پهناوری تاریخی است و اسرار ناگشوده و صحیفه‌های ناروشن فراوان دارد. دهاتی که پیرامونشان سخن خواهد رفت، در درازای تاریخ شاید بار چندم پس از فاصله ها آباد شده باشند. این چنین حالت غیر منتظره نبود که آبادی و شکوفایی، تنزل و خرابی قلمرو تاجیک نشین را پیوسته همسفر بوده است. از فراز تاریخ نمیتوان منظره عمومی را تصور کرد، چه رسد از برقرار کردن حوادث و پدیده ها. علت در موجود نبودن آثار خطی می باشد که در گیرودارها و سوخت و سوز از میان رفتند، چه خطلان از منطقه های داغ و ناآرام وطن به شمار می رفت. شنونده ارجمند، به خاطر مردم نیز امید بستن نشاید. آنها در هم پیچیده، ذهنی و با واقعیات اساسی ارتباط اندک دارند. بیشتر در زمینه باورها و روایت و گفتارها ساخته شدند. در این حالت کار محقق دشوارتر می گردد و لازم می شود به عنعنه و مراسم، عادت و کش که در فرهنگ و معیشت کشاورزی و پیشوری ظاهر می شود بیشتر توجه نمود. این هم از قدیمیت سرزمین و اقتدار و توان ساکنانش گواهند. در این صورت منطق آموزش و شناخت رویدادهای تاریخی مهم می نماید. چنان ذکرش رفت، دهات و شهرستانها بارها خراب شدند. آبادیشان به ساکنان قبلیشان که اختیاری یا اجباری آن را ترک نمودند وابسته بوده است. پس از سالها خود یا فرزندان و نواگانشان پی بنیاد منطقه کمر بستند و نیز در رابطه با منظره های موافق و مناسب مردمان هم قوم یا بیگانه تبار دیگر باره در احیاش کوشیدند. در منزل خالی و نوآباد بادلاخ و نیزل وطن کرده با خاصیت به جای مسکون شده موافق نامش نهادند یا عنوان دهات سابقشان را با خود آوردند. از همین است که نامها تکرار می شوند. چنان عنوان دهات تهدشت عین نامهای کوهمنظر سریخاسار، خاولینگ، مومن‌آباد و دشت جم و شورابادند. در ابتدا نام نهاد بیدک، صده، صدچه، ارچه، بزکشک و دهن شال، ملکان و دیکتور، نوراها، آلیچه دره و آلیچه باغ،
تگنا و شغنا و یاخسو، تلیمزار و خرک، بچه مزار و خانه بچه، سنگدره، کشت و نواباد از همین آیین و عادت رویده است. و این زمان نیز در میان ساکنان از اولاد و محل مهاجرت خود یاد دارند. ولی پس از سالهای 50 عصر 20 حکومت شوروی نظامنامه و قانونهای خاص را قبول کرد که وابسته بود به عقل مسئولان و ایدئولوژی دوران، یعنی نه به خواست مردم مهاجر و مسکون. و در یک مدت کوتاه پیدا شدند دهات و کالخوز و ساوخوز با نامهای فرونزه، کیروف، اورجنیکیدزه، کمونیسم، کارل مارکس، لنین و غیره. با وجود این همه در محلات جوش و ادامت نسل‌ها قطع نشده است. فقط منبع ضروری یا زیر خاک است یا دستنار است. درباره 100 سال آخر معلومات به درجه ضروری داریم. یقین است که در چهارک اول عصر پار بادیه‌گردان چاروادار و راهزن جا مقیم شدند، زیرا در نتیجه هجوم لشکر سرخ دهات بی صاحب مانده بود. از ترس جان و کافر شوی دیار خود را ترک نموده بودند. در میان افرادی که به هیچ وجه زادگاه خود را ترک نکردند با اقوام غیر و حکومت نو در سازش روزگار سامان دادند. بیشتر دهه‌ها در جای یادگاری‌های پیشین به وجود آمدند، زیرا قسمت همواری‌ها از شیبر و نیزار عبارت بود. حیوانات وحشی خیلی زیاد بودند که به جان مردم تهدید می‌کردند. واقعاً از آثار در هر قدم ورخورده می‌توان حد زد که ابتدا از گلستان، قربان شهید، گلاباد، پایتخت، شهید جان، امام علی، کدوچی، دشت دلی و غیره تا تنگتاوتی خرابه‌های شهرک‌های تاریخی هلبوگ، منظرتپه، امام علی، دشت دلی، ناسکول، کریم بردی، تنگتاوتی و غیره نمایان می‌شوند. در همین رده نقطه نهایی تنگتاوتی را شرطاً بپذیریم، این موضع نیز به وسیله از آبادی بهره گرفته است. چنانه در آخر سالهای 80 عصر 20 خمهای بزرگی به دست آمد که محصول عصرهای 9 و 10 بودند. میان مردم تاجیک عباره معمول شهر بربر رایج است که به بسیار نقطه‌های اهالینشین نسبت داده می‌شوند. می‌توان اینچنین عنعنه را در میان سالخوردگان شوراباد، مومن‌آباد، فرخار واخورد. در میان مهاجران ناحیه واسع نیز با قبلشان از جایی که رودهای سرخاب با یاخسو می آمیزند تا دهه خاناباد، دهات و شهرک‌های پشت هم دامن زده بودند. از آن آوان وامانده عنوان کفترخانه است. با همین نام دهه‌ای وجود دارد. روایت نیز سری زبانها گردش داشت که از زیاد بودن اهالی و سربچوکچی ساکنانش آن را کفترخانه نامیدند. چنانه در زمان ما خانه های بسیار آشیانه را با مردمانش کفترخانه می نامند. روشن است که روایت است ولی به حکمت نیست. در اصل روزگار به منوال جریان داشت و آثاری به دست آمده اشاره به مکانهای آباد و شامل تمدن خاص وادی های پهناور و کشتزاران و آبشار نمایان می شود. و هم قانون های انسانی و عامل های واقعی ثابت می کنند که آغاز زندگی مردمان متمدن را از وادی رودها می باید جستجو کرد. واقعاً باستانشناسان تاجیک و خارجی این حکم را بار دیگر تصدیق کردند. بنا به پژوهش ایشان در حدود کشور 3 واحه پهناور برزگران عصر برنج وجود داشته است. مکان نخستین کشاورزان عصر برنج وادی حصار، دومین پهنای وحش و فراز دشت‌های دنقره باشد، سیومین وادی میانه و گرد و پیش ساحل‌های رودهای یاخسو و سرخاب بوده است. و معلوم می‌شود که زنجیره زیست در منطقه کنده نگردیده. در عصر آهن که بیش از 3,500 سال پیش ارضی وجود داشت، در موضع آدمان عصر برنجی می‌زیستند. در سالهای 80 عصر 20 مکان زیست و هنرمندان همین دوره با مدرکات سفالین در محله کریم بردی گشاده شد. طرز جایگزینی ده و مواد دریافت شده با یادگاری یزتپه و کوچکتپه و میرشادی ازبکستان جنوبی قرابت دارند. آثار کریم بردی از حوله برنج و قلعگی عبارت بوده با مواد از شرق قزاقستان به دست آمده مانند است. از نظر علمی باستانشناسی این قبیل یادگاری ها خیلی ارزشمند بوده. اندیشه عالمان را نسبت به وادی کلاب کاملا تغییر داد.
کاوش‌ها در غیلات و کفترخانه، خواجه قینر و منظرتیپه، کاریز و شهر کلاب به همین عامل در ارتباطند که به مورد در این باره صحبت خواهیم کرد. یک ارنه آبی که از گل‌حوض ناسگل بیرون می رود، خواجگی های دهات خواجه قینر پایان و ماجرها را آبشار می گرداند. چنانه گفته شد در این موضع نمونه های آثار دولت یونانی باختر در صورت تندیس اسکندر مقدونی و عمارتی در شکل امفی‌تئاتر کشاده شد. در سمت جنوب از خواجه قینر پایان دهه‌ای است با زیست و روزگار مردم آمد علاقه‌مندی دارد. آنها در نتیجه سیاست مهاجرت سالهای 1958 به ته‌دشت سفربر شدند. باشندگان دهه بهارستان سالهای 1952 و 1960 از دهات آبادی بچه‌مزار، خانه بچه، تلیمزار، خرک و دیگر دهات کوهستان سریخاسار، خاولین و بلجوان اجباراً کوچ بستند. مدت مدیدی به پختکاری شغل ورزیدند و در آبادی کشور سهم گرفتند. در سالهای 60 عصر پر آبی که از گل‌حوض بیرون می آمد آهنگرخانه و آسیاب استاولی را گردان می کرد. در نسبت دهاتی که در گردآورد واقعاً معلومات از حساب آمار حربیان و سیاحان روس دسترس شد. آنها پیدایش دهات افغاندلی بالا، افغاندلی پایان و دلی افغان را با اقوامی از افغانستان کوچ گرفته در ارتباط می دانند. از مضمون نگارشات برمی آید که در عهد حاکم کلاب سرابیک زمره از اهالی افغانستان حقوق زندگی را در همین موضع صاحب می شوند. شماره عمومیشان 400 بنه بوده است که دو دهه را وابسته به مناسبت اولادیشان تشکیل می دهند. چرا افغانها دو موضع را انتخاب کردند؟ از روی حالت سالهای 60 و 70 عصر 19 دهات شرایط مناسب مساعد داشت. دهه‌ای در همواری دامن کشیده در ساحل رودک و دومین رو به فراز داشت، یعنی در بلندی جای گرفته بود که برای زیست و دیدبانی مهم بودند. در هر دو دهه چشمه‌های شفاف با آب سرد خوش‌طعم فواره می‌زد که نظیرش تنها در خواجه قینر بود. یعنی ادامه همان زنجیره چشمه‌ها به شمار می‌رفت که پیرامونشان گفته شد. یک عامل دیگر همزبانی و به نظام یک دولتداری وارد بودن مردم باشد. از طرف دیگر موضع‌های پهناوری برای چارواداری و برزگری مساعد به شمار می‌رفت و هم سرزمینی با ذخیره‌های فراوان در سالهای قحطی و گرسنگی نجات بخش و قول جمشید شعله توجه همسایگان را به خود می‌کشید. ولی آنها دیر نپایستند. چرا؟ شاید درگیری‌های ابتدای عصر 20 و تهاجم لشکر سرخ به ناآرامی و تخریب پیوسته سبب شده باشد. ویرانه‌های دهات تا دیر باقی ماندن همچنان عنوان دهات. موافق معلوماتنامه‌های سال 1931 در دهه افغاندلی 6 بنه، دل افغان 12 بنه و سنگدلی 68 بنه مسکون بودند. شغل اساسیشان اصلا چارواداری و ماهیداری به شمار می‌رفت. در روند یکم مهاجرت که به سالهای 1928-1930 راست می آمد، قسمت زیادی مردم کوهمنظر علل خصوص دارایان و ثروتمندان به وادی وحش پیشانداز شده بودند. یک دایره به موضعهای همین منطقه برگشتند و گروه فرار کردند به افغانستان شمالی. با وجود این همه شماره اهالی از سبب تیزتون بودن مقاومت داخلی و سیاست نامطلوب حاکمیت نو نافزود و حتی شماره افزون باشندگان سنگدلی و کده خانه و در خود را پرتافته مکان زیستشان را تغییر دادند. در عرفه جنگ بزرگ وطنی و پس از آن دهه سنگدلی از حساب ساکنان کوهستان مومن‌آباد زیاد کرده شد. همکنون نسل‌های پسین مهاجران به ساخت نو ساز گرفته به کشت پخته اختصاصمند گردیدند. سالهای آسوده و آبادی دهات ذکر شده به آخر سده 20 راست می آید. دهات دیگری که از حساب مهاجران بنیاد شد در بالای ویرانه‌های یادگاری خواجه غلطان به وجود آمدند. سبب اساسی یگانه جای خشک همین جا بود و گرد و اطراف عبارت از نیزار و بیش‌هزار و بادلاخ پهناور. تدریجاً به میدانهای پخته و باغ‌های سردار و درخت تبدیل شدند. شبها از زیاد بودن حیوانات درنده بیرون رفتن خطرناک بود. صدای گرگ و شغال و حیوانات دیگر برملا شنیده میشد.
در گرمای تابستان مار و کژدم و غندل و نوهای گوناگون زنبور و دیگر حشرات هر قدم ور می‌خوردند. بیشتری بچه‌های همسال و از ما بزرگتر نشانه از نیششان در بدن داریم. خاصه مار خیلی زیاد بود. اندازه و رنگشان فرق میکرد. در تابستان روزی نبود که از وسط و تیرک‌های خانه خواب ماری پیدا نشود. در شاخه و نوده‌های درختان سرنگون شدن مارها و داد و فریاد پرندگان حادثه مقرری می‌نمود. سر راه درون جویه‌های پالیزی و پخته‌زاران مار دچار می‌آمد. یگانه نجات و تسلای دلی مردم سخن سالیدگان و روحانیان بود که تلقین می‌کردند. آنها کرخط شدند و زیانشان به کسی نمی‌رسد. با تدریج ما نیز عادت کرده بودیم و سری ترس نداشتیم. مارهای نسبتاً خود را در دست بازی می‌کردیم، در میانمان می‌بستیم یا برای خنده در خلطه و توگنچه‌های دختران همسینف می‌انداختیم. اکنون از خاصیت‌های هر ذات جوک و جوندار کاملاً با خبر شده بودیم. روبرو شدن با اچکمر، روباه و شغال و دله احساس قهرمانی را بیدار می‌کرد. سنگ و کلوخ و دنگل را به سرشان باد می‌نمودیم و گاهی به شکارشان تلاش می‌ورزیدیم. از ادیر و دشت‌های خواجه غلطان از بین خار و بوتا پوست ما را به خانه می‌آوردیم. آن آوان به کیم کدام بیماری و آدمی وهمیده و ترسوره دوام می‌بخشید. برابر سپند بیمار را با پوست همین جانور دود می‌انداختند. مگر که سری ترس فقط از خالدانه داشتیم و جوگی‌ها و از گل و دیو و البسته و اجینه‌ها. بیرون برآمدن برایمان وهم‌انگیز بود، زیرا خرد و کلان از عظمت و آدمخوری‌های جوگی می‌گفتند یا اگر دیو بلا یا اجینه یار شود آدم دیوانه می‌شده است و گنگ و پکر. شنونده ارجمند، نمونه‌های گوناگون پرنده‌ها زندگی ما را باز هم شیرین و شوق‌آور می‌کرد در آن سال‌ها و زیب و رنگ می‌داد. کفتر، خرکفتر، قمری، فاخته، قراغ، کرکراوک، حلاجی، پادوانک، مینه، زلیچ، زرغا، بلبل، ساوه، کوکو، گنجیش، کرشپرک، پرستو، بودبوتک، ایزار سرخک، اکه، زاغچه و زاغ، بوم، کلمور، شاهین، باز و انواع مرغابی ها، لگلک و غاز، سنگادوک از زمره بودند که می شناختیم. صبح سالیان دهات بازار پرندگان را می ماند. در لحن مردم صورت و سراب همدیهگان با خاصیت‌های پرندگان قیاس می‌شد. چنان لقب گذاری شیوه و هنر مشاهده نازک و لطیف را نمایش می‌داد. تنبلان و کاهلان را با قمری شباهت می‌دادند و دست قلب داشته را با آکه یا علکه، شمرویان را با مینه و غیره. از همه غلطیش همین بود. کپوک پرنده که هیچ گل آنه نداشت و به قول مردم خاله بیغم بود. حتی در دانه پرندگان دیگر تخم می‌گذاشت و دیگر جانب آن میل نمی‌کرد. پرنده بیچاره که صرفم نمی‌رفت بالای تخم‌های بیگانه می‌خوابید و تا پروازی شدن چوجه‌های کپوک را آب و غذا می‌داد. کپوک مانند لقی‌ها پک پک صدا برآورده می‌گشت. حکمت لقب گذاری را با همین و بعدها درک نمودم. روزگاری عجیبی داشت قشلاق. سیر و سیاحت و محلی که از تماشایش دلمان روشن می شد نه مرکز ناحیه بود و نه شهری کولا. چه این قبیل امکانیت را نداشتیم. هیچ کس نیز در فکر رشد و تشکل تفکرمان نبود. شاید همین شیوه مناسبت بهتر بود که اسرار محیط و رموز زندگی را خوبتر درک کردیم. شنونده ارجمند، من به خاطرات خود کمی مشغول می شوم و از آن زمانی که روزگار تازه داشتم برای شما حکایه می کنم. به تماشای حوض کنر می رفتیم که اکسکورسیا عنوانش داده بوده. همان هم آشکارا در عید نوروز. دیرکتور مکتب به نام سیدی نصفی پدرم عادل اسرار معلم فن بوتانیکا و شیمیا گمانم برای گپ نشونیدن از بالا نام اکسکورسیا را بافته بود. با سپارش او همه معلمان مکتب با خوانندگان در دهه نوروز با اکسکورسیا آمادگی می‌دیدند. از جمله اعضای هوسکاران کروژاک مکتب سرود و آهنگ‌ها آماده می‌کردند. در برابرشان از کلوب کالخوز کمونیسم
به خانه مدنیت ناحیه واسه سرایندگان و ارغشتیان دعوت می شدند. خانواده ما نیز فعال بود. مادرم برای من و دادرم سهراب کلچه روغنی 4 دانه تخم می پختند و چند پاره گوشت در نانهای چپاتی پیچانیده در توگونچه بسته به دستمان می دادند. شب خواب حرام می شد که صبح اکسکورسیه می رویم به حوض قینق. واقعا صبح با هماوازی دسته هوسکاران با بیرق‌ها به سیرگاه حرکت می کردیم. در دست هر طلبه بسته غذا بود. به لب حوض رسیدن زمان بسته ها را می کشادیم و به خوردن شروع می کردیم. بعد بزم و بازی و سرودخوانی ما را به حلقه بزرگ تبدیل می داد. مردمان گرد و گوشه و پدر و مادران به بزم ما شکوه می افزودند. این همه رسمی بود و روشاد و آشکارا. اما در فصل تابستان پنهانی برای آوازی می آمدیم. آب حوض از حالت کنونی شاید 1.5-2 متر بلندتر بود. در حوض مرغابی های خرجوسه سیاه رنگ که مرغابی صندوقش می گفتند شنا می کردند. پهنای تالاب جایی برای آوازی موافق از 35 تا 50 متر می رسید. از ساحل به ساحل شنا کردن برای نورسان دهات قینر و گردوانه قهرمانی شمرده می شد. و گمانم معیار جوانمرد شدن به همین عمل وابستگی داشت. کسی زوری بازو را می خواست نمایش بدهد، سوال می کردن که در حوض آوازی کرده می تواند. اگر می گفت ها، پس به او سوال دیوم می دادن. تا اون طرف حوض شنا کرده می توانی. این هم سبب داشت. آب تالاب خیلی سرد بود که باعث رگ کشیدن پای و دست می گردید و هم شنا کردن 70-100 متر کاری آسان نبود. حوض خیلی بدهیبت و عظیم می نمود. خاصه در پیشین و قسمتی بیگاه از سرچشمه ها آب با صدای وهمانگیز فواره می زد که تا 8-12 متر می رسید. گردوانه حوض با ضربید و مجنونبید پیچیده و قسمت های ساحلی نیستانی عظیم و کسناگذری بود. در ابتدای سالهای 60 عصر 20 اهالی زیاد نبود. بنا به نقل موی سفیدان ناسکول بازار بزرگ پرندگان موسمی را میماند. در همین حوض طبیعی شناوری را آموختیم که در مسافرت میان مردمان دیگر به قول از شرمندگی می رهیدیم. دیگر بی‌پروا در سالهای پسین در بحرهای خزر، سیاه مرمر، شمالی و اقیانوس اتلانتیک، در گرجستان، آذربایجان، ایران، شاهیگری، نیدرلند، امریکا شناوری کردند. باید بگویم که بهانه اساسی آوازی بود، ولی چند سبب دیگر هم داشت. در قسمت شمالی ناسکول در سمت سرچشمه ژرفنای بزرگی وجود داشت که با زینه‌پایه ها به زیر می رفت. درآمدگاهش شاید در ابتدا وسیع نبود. در آخرهای سالهای 60 عصر 20 به ویرانه تبدیل شده به غار شباهت پیدا کرده بود. برابر چند کسی دیگر به مغاره برای گرفتن چوجه پرندگان در آمدند. پالخچک ها تا سرگه آب بینا شده خیلی سفته و برای فرآمدن موافق مساعد بودند. روایت میکردند که شاید راه خفیه به تالاب رفتن شاه باشد که عنقریب از زیر دیوار قصر آغاز میشد. سبب دیگری میل به تالاب دیدن عروس‌های زبزرد سیگارکش بود که خیلی زیاد به حوض برای ماهیداری می آمدند. آنها از گروه‌های علاهیده عبارت بودند با بالون‌های رزینی. پس از چاشت دوره می نشستند و خوان می گستردند و بزم و طرب آغاز می شد. زن و مرد به هم می پیچیدند و رقص می کردند. برای بچه‌های دهات طرز لباس پوشی به هم جفت شده رقصیدن و بوس و کنارشان هوس‌ریز بود. با چند رنگ غذا و ماهی می پختند. با ما صحبت می آراستند. چند کلمه از خود کردمان را به زبان روسی با آنها می گفتند که به شادیشان می افزود. و ما خلیب می دادند که در نظر طعمی غلطی داشت. از پایان دهه 3 کانال و رودک ها می گذشت که انواع زیادی ماهیان راحت شنا می کردند. تا سالهای 70 عصر 20 حتی در جویهای دهه و پلهای پیاز ماهی داشتن ممکن بود. با وسعت یافتن پختکاری و افزود شدن زمین‌های کشت، همزمان استفاده ماده‌های کیمیایی، عالم نباتات و حیوانات از میان رفت. واقعاً آبادی‌های منطقه پس از سالهای 70 عصر 20 به وقوع پیوست. تا این آن راه‌ها کاملا خاکی بودند. در تابستان خاک عنقریب ما بچه‌ها را تازه‌نو می‌رسید.
гарду чанг ба сони дуди борути майдони даврони ҷанг ки то осмон дака мехӯрд аз дастовардҳои деҳа ба шумор мерафт. махсусан барои бачаҳо бо пойлӯч давидан кайфият дошт ва ҳам созмон додани пойгаи харҳо ҳангоми ба дарави алаф рафтан аз машғулиятҳои дӯстдоштаамон буд ки гарду чангро ба осмон мебурд. шуғли навбатие ки бештар интизораш мешудем тамошои филмҳо буд. дар як моҳ як бор навбат ба бригадаи деҳаи мо мерасид. овозаву дарвоза мешуд ки кино омад. шодиву хурсандиро ҳадду канор набуд. хурду калон дар хирман ё назди мағозаи деҳа ки девори оҳакзада дошт ҷамъ меомаданд. рӯи замин болои хок ба ҳузур нишаста кино медидем ва як моҳи боқӣ нақлу ҳикояти филми дидаамон буд. аз забони филмҳо ки русӣ буданд чизе намефаҳмидем, вале аз номи қаҳрамон ҳай мебофтиму мебофтем. ғолибонро солдат ва мағлубонро немис ва қаҳрамони асосиро бача меномидем ва ҳар кас ки мехост дар бозиҳо нақши бачаро ба ӯҳда мегирифт. анҷоми гуфтори 13. шумо хониши бадеиро таҳти унвони достони носкул дар пешниҳоди муаллиф ҷонибеки асрориён ва коргардон зубайдулло ҷонмуҳаммадов шунидед.